شما هم پوستتون خشکیه؟ هر چقدر از کرم استفاده میکنید باز بعد چند ساعت پوستتون خشک و زرد میشه؟ پس ادامه پست رو حتما ببینید. روغن زیتون پر از ویتامین ای و آنتی اکسیدانه، یعنی هم پوستتون رو مرطوب نگه میداره، هم باعث میشه که با رادیکال های آزادی که موجب پیری پوست میشن مقابله بکنه. یه ماساژ ملایم با روغن زیتون بعد از شستشوی صورتتون باعث میشه که هم صورتتون رو نرم بکنه و یه حالت درخشندگی کاملا طبیعی رو به شما بده. این روغن حتی برای کسایی که پوست حساسی دارن هم مناسبه، چون کاملا خالص و طبیعیه. پس اگر شما هم میخواین که پوستتون همیشه شاداب و سر حال باشه، حتما روغن زیتون امتحان کنید. مثلا روم زوم کنه بوم بوم کنه قلبم. روغن زیتون پر از ویتامین ای و آنتی اکسیدانه، یعنی هم رطوبت رو نگه میداره، هم باعث میشه که رادیکال های روغن زیتون پر از ویتامین ای و آنتی اکسیدانه. یادم رفت.